يا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، امیدوارم که صحت و بردم باشد و از جمله آنهایی که این شبها و روزهای رمضان را با طاعت و عبادت پسی سر کرده شدند. خب دوستان، ما اینجا یک سوال گذاشتیم که ببینیم که تا چه درجه اون موضوعی که ما با شما مطرح میکنیم به درد شما میخورن. بعد اولا عذر میخوام که دیروز حضور پیدا کرده نتونستم با سبب‌های سلامتی که من میشود. خب باز همون موضوع را برادرها دوام بدیم انشاءالله. اونایی که از روز اول با ما هستند البته دیده ایستاده که ما بسیارتر حرکت میکنیم در جهت معنوی کار کنیم، یعنی که بسیارتر اطراف آیت های قرآن و فایده آن آیت ها صحبت میکنیم که تو اینکه در زندگی خود سرمشق قرار دهیم. گویا میشه که شاید انسان ها بگن که ما میخونیم سوره آیت میخونیم لیکن هیچی نمیفهمیم از وای. بنابراین ما گفتیم کمان باشد در باره چی صحبت کنیم برادرها. در باره بعضی آیت ها ما آیت ها رو گلچین میکنیم، گفتیم از بعضی مفسرهایی که پیشتر تفسیر شده بودن همونا خب امروز موضوع ما برادرها آیت از سوره مریم است. البته ما خیلی گفتیم آیت ها ما گلچین میکنیم از یک چند جا، لیکن حاضر باشد ما یک آیت میگیریم، گرچه که ما در اطراف این آیت یا اینکه به همین نزدیک به معنا در سوره چی گذاشتیم، سوره آل عمران. حالا باشد یک پارچه از آیت. پارچه آیت عبارت است از جمله یا زکریا انا نبشرک، ای زکریا ما تو را بشارت میدهیم. ما تو را بشارت میدهیم. خب به چی بشارت میدهیم؟ یعنی که اگر وقتی با آیت نگاه کنیم برادرها، الله تعالی وقتی که زکریا دعا کرد و گفت که قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یعنی که اینجا زکریا علیه السلام گفت پروردگارا به درستی که استخوان‌های من ناتمام شده است. یعنی که وقتی آدم پیر می شود
به اصطلاح استخواناش مرد میشوند، پک میشوند، دیگر قابل شکست تیز میشوند و سفیدی موی هم زیاد شد میگد و اشتعل الرأس شیبه، یعنی که در سر من موی سفید در گرفت، یعنی زیاد شد. ولم اکن بدعائک رب شقیا. بینه این یقینی زکریا علیه السلام که میگه که با وجود که من پیر شدم، استخوانم ناتوان است، موسرم از سفیدی رو در گرفت، یعنی که از سفیدی بسیار شد، لکن من هیچگاه از دعای تو ناامید نشده بودم. میگن ولم اکن بدعائک رب شقیا، و هیچگاه از دعای تو بی بهره نبودم، بلکه هر وقت تو رو دعا کردم آن را پذیرفته ای. یعنی که من هیچگاه ناامید نمیشم، چون که تو هر وقت با دعا میکردم تو دعای مرا میپذیرفتی. میگه اینجا حضرت زکریا. خب برادرها، یک نکته دیگر، همه ما میدونیم که چیزی به نام تقدیر هست، چیزی به نام نصیبه هست. خب وقتی که تقدیر و نصیبه باشد، تقدیر و نصیبه خداش کی است؟ تقدیر و نصیبه را جاری کننده کی هست؟ یعنی صاحب تقدیر کی است؟ آیا خدا بولی تقدیر زور است یا تقدیر بولی خدا زور است؟ همین چیزا زکریا علیه السلام خوب درک میکرد و میدونست که خدا را این سببها و این تقدیرها بالاش زوری کرده نمیتواند، بلکه خدا هست که بالی تقدیر حاکم است، خدای تقدیر انسان ها است. و میدونست که تقدیر بالی انسان زوری میکند، لیکن بالی خدا زوری نمیکند. برای همین گفت که بگذار من آدم 70 ساله باشم، بگذار من 90 ساله باشم، بگذار زنم زنی نازها باشد، لیکن من دعا میکنم تو اینکه الله تعالی اثبات کند که برای ما تقدیر را خدای تعالی ساخته است و هرگاه خواهد میتواند دیگر کند. بنابراین گفت که فهب لی من لدنک ولیا، خدایا از نزد خودت برای من یک کودکی یاری رسان برای من عطا بفرما. گفت یک فرزند یاری رسان برای من عطا کن، گفت حضرت زکریا علیه السلام. بعد گفت که اجابت الله تعالی آمد و برای زکریا گفت، وقتی که حضرت زکریا این دعا رو کرد، الله تعالی گفت که یا زکریا. شاید که وقت دعا کرد خدای تعالی اینو بشارت داد، شاید که بعد گذشتن زمان الله تعالی بشارت داد زکریا علیه السلام به این چیز، و من ممکن شاید بعد یک هفته 10 روز 20 روز یک ماه، الله میدونه چقدر است. قرآن فرصت نگفت، میشه قرآن فقط در چی اشاره میکنه؟ همون فایده قصه. این نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. یعنی گفت که ای زکریا، به درستی که ما به تو آنچه را که از آن شنیدن شادمان میشه خبر میدیم، یعنی خوش خبر مژده برای تو میدیم. میگه الله تعالی زکریا را بگمان دعای تو را پذیرفتیم و به تو پسر به نام یحیی دادیم، پیش از این او این نام را به کسی دیگر نگذاشتیم. یعنی که حالی یگان آدم پیش از این چنین نام را نداشت. خب یعنی که برادرو، از این قصه ما چی گفتنی هستیم با همین قصه کوتاهی که از زکریا آوردیم و زکریا علیه السلام دعا کرد، از خداوند فرزند طلب کرد و زکریا یقین داشت که صاحب تقدیر خدا هست. تقدیر بالی انسان غلبه میکند که بالی خدا غلبه نمیکند. دست تقدیر از خدا کوتاه است، چون که تقدیر هم مخلوق خدا هست. بنابراین قصه وش حکمتش، فلسفهش این است که هر شخصی که با همین سبب ها دست زند و چنگ زند و از خدا دور شود، خدای تعالی به همون سبب ها همون واگذار میکنه. و هر شخصی که با خدا قلبش متعلق کند، خدای تعالی برای سبب ها رو توبه همین آدم میکنه. بنابراین برادرو، وقتی که یک چیز طلب کرده رشدیم، هر قدرم که کاری محالم باشد، وقتی با خدا واگذار کنیم، وقتی خدا رو که خدایی که صاحب همین سبب ها هست، صاحب همین تقدیر است، با او مراجعت کنیم، الله تعالی چی؟ ما رو هیچگاه به صاحب نمیگذارد، هیچگاه الله تعالی ما رو ناکام نمیکنه. این زکریا وقت 90 ساله خدای تعالی فرزند داشت. بنابراین در یگان چیز نباید که از الله تعالی ناامید شد.
خب برادران، آیت دیگری که ما در اینجا در صدد صحبت در اطرافش هستیم آیت از سوره طه هست. بسیار آیت جالب است برادران. الله تعالی در این سوره ما را گوشزد میکند و میگه که وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. یعنی که ما آیت معناش فهمیم، بعد در همون تفسیری که حکمت هایی که در آیت آوردن بعد اطرافش صحبت کنیم. وعنت الوجوه للحي القيوم. خب اینجا وقتی که درباره بزرگی و عظمت الله تعالی صحبت می رود، الله تعالی میگه که در قرآن در آیت 111 سوره طه و چهره بندگان برای الله زنده نمیرنده. الحی القیوم یعنی که زنده نمیرنده و چهره بندگان برای الله زنده نمیرنده و همیشه زنده، یعنی که دائم چاره سازنده و گردان کننده کارهای آنها خار و زبون گشته است، بیچاره شده است و بشوبه هر کس بر دوش خویش گناه را بردارد به سبب آنکه با معصیت خود را به هلاکت می‌اندازد به مقصدش نرسد، به مقصدش نرسیده است. یعنی که هر شخصی که میگوید به معصیت خود را به هلاکت می‌اندازد به مقصدش نرسیده است. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. هر شخصی که ظلم را برداشته است، هر شخصی که ظلم را پیشه کرده است، حتما وی آدم زیانکار است و زیان خواهد دید برادر. خب در حکمت آیت می‌آورند که چیز نزد الله تعالی بعد از شرک دیده وزنین‌تر از ظلم نیست. الله تعالی ظالم خیلی بد می‌بیند. الله تعالی ظالم چشم دیدن ندارد. در قرآن شاید فقط جایی که لعنت بسیار آمده است برای انسان ظالم آمده است. الا لعنت الله علی الظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین. یعنی وقتی این آیات رو میخونیم، خب بنابراین به سبب اون که الله تعالی نهایت ظالم رو بد میبیند، ظلم ظالم رو بد میبیند، خدای تعالی کافر مظلوم دعاش علیه مسلمان ظالم قبول میکنه. بینه یا بوده که تکرار بکنیم، کافر است، مظلوم است، مسلمان است، ظالم است، میگه که خدا همین قدر ظلم بد ببیند که بنده مسلمان ظالمش جزا میتد برای خاطری کافری مظلوم شده. این قدر این جنایت وزنین در نزد الله تعالی هست. یعنی ببینید یه ظلم تصور کنید، مثلا یه انسانی که ظلماً مثلا زندان میشود، به تهمت زندان میشود، تصور کنید قفای وی چند کس اذیت میبینه. پدری زندان شونده در اذیت است، مادر در اذیت است، زنش در اذیت است، کودکاش در اذیت است، خصوصا کودکای میده باشن که مثال چی از مهر پدر محرومن، از تربیت پدر محرومن، از کار میماند. اون چند سالی که مثلا زندان بشه دیگر میبره که دنیا تمام دیگر شده است. خصوصا این در زمانی ما که مثلا چی تیز تغییرات شده است. یعنی که یک قلم ظالمانه که بالی این بنده مثال همون ظالم کشید، سبب چی حیاتی مثلا پدر و مادر و زن و بچه هاش و خیشت برا همه اونها رو چی چپ پرسته میکنه، همه اونها رو حیاتشون چی یعنی که تأثیری بد میگذارد. بنابراین الله تعالی ظالم بد میبینه. یا مثلا ظلمان یک کس دزدید، ظلمان یک کس حقش خورد، اون سرمایه که آدم 10 سال جمع کرده بود فریب میکنه، به ظلم میگیرد میرود و آدم دیگر اون چیزی که از دست داد دیگه کار کردن نمیتونه، دیگه کارش پیش نمیره، بی پولیش کار کردن نمیشود که در نتیجه مثلا چی اقتصاد خانه میفروید، از اونجا زنی آدم ضرر میبیند، بچه‌های ضرر میبیند، زندگیش ضرر میبیند. بنابراین الله تعالی ظالم خیلی بد میبیند. برای همین گفت که الله تعالی کافر مظلوم بالای مسلمان ظالم نصرت میدهد.
این به معنای اون نه که خدا کافر دوست می‌دارد و که مسلمان بد می‌بیند، لیکن اینجا به معنای اون است که الله تعالی عدالت دوست می‌دارد و ظلم بد می‌بیند. ظالم مسلمان هم باشه که زیر پا می‌شود ان شاء الله. دعوای اسلام و مسلمانی هم کنه زیر پا می‌شود. خب مرد به عبدالله ابن عمر، میدونم ابن عمر یعنی که اون صحابیه که پیامبر حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه رو فرزندش است، نوشته گفت که این العلم کثیر، حاضر علم بسیار است. گفت من کدامش گیرم سرم گرنگ است، لیکن برای من یک کلمه کوتاه گفت که همون چیزی کوتاه که تو میگی من عمل کنم و از دوزخ خلاص شوم، بهشتی شوم، از همون حیات من حیاتی خوشبختی و پرسعادت شود. ابن عمر رضی الله تعالی عنه گفت که إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كافا لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل والسلام. بینید چند جمله کوتاه گفت که یکمش با مردم ظلم نکن، دستت به خون کسی آغشته نکن، یعنی که به ظلم کسی رو نکش کن، به ظلم کسی رو نابود نکن. خب دیومش به مال مردم دست دراز نکن، حرکت کن که در شکم تو مال حرام وارد نشود، خصوصا مال چه انسان یتیم، زن بیوی بیچاره و کمبغل بیچاره. زبان خودت از ناموس مردم نگه دار. گفت زبان خودت از ناموس مردم نگه دار و از جماعت مسلمانان جدا نشو. همین قبرت و سلام کن. یعنی که بین ابن عمر گفت که ظلم نکن، گفت مال یک کس تجاوز نکن، ناموس یک کس تجاوز نکن. یعنی که ناموس برادران، یعنی که غیبت و تهمت و بهتان همون در نظر دارد که فلان چی فلان خیلی بود، فلان این خیلی کرد، فلان پول گرفتگی است، فلان آدم تجاوز کردگی است، فلان کار این برای فلان کار این کار کرد، یعنی که گمان های بد و همه اینو در همین چیز داخل بشود. یعنی انسان مسلمان باید که خودش از گمان بد نسبت به برادرش، از تجاوز کردن به نام مال برادر دست دراز کردن و این چنین چی به خون برادر دست دراز کردن باید که خودش دور کشد. بین برادران اینجا یک مقاله قدیمی خلقی داریم متوجه که میگن که مال مؤمن خون مؤمن، ناموس مؤمن خون مؤمن. یعنی چه خیلی که پیامبر در این حدیث گفتگن، یعنی که مسلمان چی ناموسش خونش حرام است، دست دراز کرده نمیشود. خب برادران این دویم آیتی که در اطراف صحبت کردیم بود. خب سوم آیتی ما درباره کی است میدونه؟ درباره همون انسانایی که از شریعت روی میگردن، همون انسانایی که پیغمبر قبول ندارن، همون انسانایی که با شریعت عکس العمل میکنند و ضد شریعت حرکت میکنند. الله تعالی اونها رو وصف کرد، گفت که ثم ادبر و استکبر. اینجا بینه برادرها اصلا این وصف از اوصاف کی است؟ همون ولید ابن مغیره هست. ما کم در تفسیرش میخونیم برای خاطرم که این آیت فهم شود، باید از اولی همین سوره چکنیم که فهمیده شد برادرها که مقصد درباره کی گپ میرود اینجا. خب پس روز دمیدن نفخه روز نهایت سخت است. این روز قیامت در نظر دارد که وقتی که نفخه صور دمیده می شود روز بسیار وزین است. خیلی گفته است الله تعالی در اینجا فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غیر یسیر. یعنی که وقتی که همون صور دمیده شد همون روزی است که روزی آسان نیست بلکه روزی وزین است، خصوصا برای کافرها. برای اونها یگان سبوکی در اون روز دیده نمی شود. ای پیامبر مرا همراه آن کس که او را در بطن مادرش تنهای بیمال و فرزند آفریدن واگذار. منظور از شخص ولید ابن مغیره هست. یعنی که الله تعالی یک واقعه رو نقل کرده است درباره ولید ابن مغیره که چی با پیغمبر ستیزه میکرد و پیغمبر کشمکش میکرد.
و برایش مالی فراوان دادم میگه الله. یعنی که اینجا الله تعالی باید یادآوری کرد احساس که خود تو در شکم مادر بودی، هیچ چیزی لباس نداشتی، تو اشک ماچه لوچک برآمدی گفت. بعد برآمده گفت مالی فراوان دادم میگه، بعد و فرزندا دادم که در هر محفل همراهش حاضر میشدن. یعنی که میگن که همین مردک 10 فرزند داشت، میگن پسرای خیلی زیادی داشت. چون ولید پسر مغیره توانگر بود و فرزند از سفر تجارتی بی‌نیاز بودن و از پدرشون جدا نمیشدن و با وی در عیش و رزق فرزندان و وسعت زیاد بخشیدم. خدا تعالی نعمت خودش بالای هم مردک گفته است از اینکه سپس او صرف نظر از اون که منکر خدا است طمع دارد که نعمتهای خدا را برایم افزون سازد. هرگز کار این گونه که میپندارد نیست، زیرا همانا او نسبت به آیات خدای تعالی کافر شده، ستیزگری دارد، تکذیب دارد. من او را به عذاب چنان سخت آمد که طاقت کرده نمیتواند. اینجا الله تعالی به آدم تهدید دارد، یعنی که همین مغیره میگه همین چیز دادم، میگه باز از من چیز زیادتر خواسته شده است، علاوه بر این که از من چیز زیادی میخواهد، با من تکذیب دارد، من باور ندارد، پیغمبر من باور ندارد. بعد گفت الله تعالی بیشک من او را در عذاب سخت دچار خواهم کرد. گفت خب این خب سأرهقه صعودا، یعنی که عذابی سخت من بالی و انسان فرو خواهم آورد میگه الله تعالی. خب به درستی که این کافر از نعمتهای خدا بهره‌مند آید که در قرآن چی میگوید؟ اندیشید انه فکر و قدر، و سخن زشت را در ذهنش اندازه و آماده نمود. فانه فکر و قدر، یعنی که سخن زشت درباره قرآن برای خودش میگه آماده کردیم آدم. بعد میگه که انه فکر و قدر ثم فقتل کیف قدر، پس گرفتار لعنت و عذاب بود که چگونه اندازه گرفت. یعنی مقصد اینجا فکر که قرآن سحر گوید، قرآن جادو گوید، قرآن دشمن چی گوید. بعد الله تعالی میگه که سپس گرفتار لعنت و عذاب بود که چگونه اندازه گرفت. دو بار فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. یعنی این بدبخت ولید بن مغیره الله تعالی لعنت دارد در این قرآن، دعای بد دارد. بعد میگه سپس تجدید نظر نمود و اندیشید. سپس وقتی که آیید تن رساندن به قرآن سخن اساسناک نیافت، رویش رو ترش کرد و جبین گرفت. سپس به ایمان آوردن پوش کردند و از پیروی رسول خدا کبر ورزید. ببینید وقتی یکون چه قرآن بهانه یافته نتونست، یکون عیب بشه یافته نتونست، میگه الله تعالی اینجا میگه که ثم عبس و بصر، بعد میگه پشت، بعد میگه چهره خودش ترش کرد و جبین گرفت، یعنی که قوقش گرفت، یعنی که معنی چهرهش ترش کرد جبینش گرفت. میگه بعد گفت که و پشت گرداندید و از پیروی رسول خدا کبر ورزید. یعنی ما آیتی که ما میخواستیم بگیم همین آیت است، اما برای خاطر که همین آیت درست‌تر فهمیم ما کمتر پیشترش آوردیم که فهموتر شود. یعنی که ثم ادبر و استکبر، یعنی که این آدمی که یک زن و بچه زن فرزند داشت، مغرور بود، بچه‌هاش هم همیشه با خودش بودن، در گویم که مجلس‌های قریش فخر میکرد، مال و ملک زیاد داشت، باز میخواست که چیز زیادی در خدا تعالی باید تهدید کرد. خب در آخر با الله تعالی گفت که باید میخواست که قرآن وصف گنده کند نسبت قرآن، یعنی فکری بد گوید، قرآن سحر و جادوی و بافته و سافته محمد صلی الله علیه و سلم پندارد. بعد الله تعالی بعد اون که تهدید به چی کرد، گفت که این سخنی آورده محمد کلام خدا نیست، بلکه اون جادویی است که اون را از دیگران روایت میکند. این همین آدم که گفت قرآن. خب این هذا الا سحر یؤثر، این سخن خدا نیست بلکه بیگمان سخن آدمی است. گفت این هذا الا قول البشر، این قرآن سحر و جادو است و قول انسان است، یعنی محمد خودش بافتگی است. خب بعد الله تعالی گفت که من این کافر را به طبقه سقر دوزخ می‌درارم، اونجا از حرارت آتش ابدی رنج برد. محمد صلی الله علیه و سلم تو میدانی که سقر چی است؟ سقر هیچ چیز را از عذاب شوندگانش باقی نمیگذارد و رها نمیسازد مگر اینکه آن را شکنجه میکند. سپس آنها از این حالت قبلی برمیگردند و باز دچار سقر میشوند و همین خیل. آن پوست بدن را به شدت میسوزند و سیاه میگرداند. نگهبانای سقر 19 فرشته هستند. خب گوش کن، اینجا جمله عجایب از برادر رو ببینیم که داور وقت سقر واسه میکنه میگه که سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر محمد، من این سقر میپرتم گفت. بعد پیامبر برای دقتشون جلب کردن، برای دقت مؤمنایی که همین آیات رو انتظارش ایستادن، الله تعالی گفت که و ما ادراک ما سقر، تو میدونی که سقر چی هست؟ گفت که لا تبقی ولا تذر،
یعنی آدمی که واردی همون وای شد سقر شد از وی هیچ نمیگذارد. یعنی چونون عذاب میده، چونون شکنجه میشود که یگون چیز از وی نمیموند از بدنش، نه استخوانش میموند، نه دماغش، نه هیچ چی دیگرش. سپس عوض الله باز از دیگر زنده میکند، یعنی که از دیگر با هم شکل خودش میدارد با عذاب سقر، با نصف میشد، با سیاخته میشد، با سقر. همین خیر ابدا در دوزخ در سقر به همین شکل میموند. خب همین وصف برای همین خیر انسان کرد، یعنی که انسانی که برآمده چی گفت؟ این سخن محمد است، این سخن جادو هست، ما رو جادو کرده ایستاده، بین ما فتنه انداخته ایستاده، ما رو جدایی انداخته ایستاده است. این یک چیزی گپی خدا نبوده بلکه یک چیزی بافته است. خب برادرو، یعنی که همین آیتی ثم ادبر و استکبر، یعنی که پس از آن روی گرداند و کبر ورزید از قبول کردنی و پذیرفتن سخن پیامبر صلی الله علیه و یک اینجا ما یک فایده دارد اینجا همین چیز این است که برادرو، فرق است بین انسانی که گناه از ناتوانی و از بیچارگی میکند و از خدا شرم داشته باز گریه میکند و به خدا باز میگردد. دومش فرق از بین شخصی که گناه هم میکند پروایی گناه ندارد و همچنین با کبر میورزد، خودی که خدا از وی قذار باشد و خدا پیشوای زبان کوته باشد به اصطلاح که مردم میگه مگر. یعنی که گاهی میشه که برادرو یا آدم یک گناه میکنه پیش خودت، مثلا یا روزه میخورد حاضر گم، یا دختری بی‌حجاب است، یا بچه‌ای مثلا سیگارت کش است، نوزکش است، الکش است مثلا. خب وقتی نصیحت میکنی مثلا میگه که خیلی که ما هم نیت داریم برادر، خیلی شهوت من زوری کرد، غلبه کرد، مثلا شکمم نماند من روزه میخوردم، یا اینکه نفسم نماند من سیگارت کشیدم یا فلان کار کردم، شیطان منو وسوسه کرد. خب بین شخصی که تو میبینی نصیحت میکنی که برادر این کارو نکن، این کارت غلط است، میگه که تو کارت چی است؟ من سیگارت میکشم، نماز میخونم، روزه میدارم، این کاری من است، کاری شخصی من است. این مثل همین ولید بن مغیره هست. یعنی میگه که تو چیکار داری با من؟ یک بار حیات یک بار است میگم من یا میبرم تو چیکار داری؟ من چه زندگی میکنم، طرز زندگی من کاردار نشو. خب اینا میخواد انسان رنگ هم ولید ابن مغیره هستن برادر عزیز. انا اینجا من اگر بین همه هر دوش قیاس کنیم، اگر این آدم میگه آدم اولی، همون اولی که نصیحت کرد گفت که بله درست از من که وسوسه کرد شیطان، من خطایی کردم، من ندونستم، من نفسم بدی کرد، خیلی کار کردم. میگه این آدم چی هست؟ یعنی که مشکلش در دلش نیست، مشکلش در دست و پاش و در نفسش و در چیزی هست که برادرو چی میکنه؟ همون مجبور میکنه که همین کارو کنه، یعنی که وسوسه میغلطد به آدم. اما این دومی چی هست؟ مشکلش در دلش هست، اینکه دلش ویران که از دست و پاش خودش مجبور کنه میبره گناه میکنه. برای همین این انسان شرایطش وضعی میشود در آخرت. اما اولیه که از جهت جهل و نادانی و وسوسه و چیزا گناه کرد، وای گشتنش به خدا آسان تر است، با خدا روی آوردنش آسان تر است. اما اینه که میگه که حیات یک بار است، همین 50 سال 60 سال زندگی میکنیم، چیکار داره شما ملاها بیزار کرده حرام و حلال گفتن و نماز خوان و قرآن خوان و ریش نمانو یا حجاب پوش و روزگی رو نمیدونم چی دلمون بیزار کرده، دلمون بیجا کرده میگه بعضی جاهلا مثلا. لیکن برای ما از نماز نیاز چی فایده است اصلا؟ مثلا ما میگیم برای خاطر اینکه الله تعالی گفته است مثلا آگاه میکنیم انسان جاهله که این کارو نکن. یکی مثلا یک مسئله از برادر، یعنی که در جنت و دوزخ کریزیسی جای و کریزیسی اوچاسکه نیست اونجا. چه که در دنیا مثلا کریزیس هست برای اوچاسکه یافتن و کوارتیر خریدن، کریزیس های مثلا جو نیست همه جو. لیکن نه در جنت پرابلمی جو هست و نه در دوزخ پرابلمی جو هست، هر دوش هم صاحبای خودش داره برادر. پروا نکنیم مثلا که جنت هم در کار آدمش میبرد، دوزخ هم آدم در کارش میبرد. قدیش میلیارد تریلیارد آدم هم داره که میبرد، یعنی که جو نیست گفتن نمیتونیم ما. همین قدر وسیع است که پرابلم اوچاسکه و خانه نیست در دوزخ. یعنی که برای همین سفیان بن عیینه یکی از علمای بزرگ میگه که من كانت معصیته فی الشهوة فرج له الخیر، هر شخصی که گناهش از توبه نفسش شد و وسوسه گرفتار شد، امید نیکی اوای آدم است که بازگردد. خب امید نیکی است که آدم بازگردد. میگه و من كانت معصیته فی الکبر فخش علیه، اما از اینکه کبر کرده باشد
هیچ کار نمیکند، یا با گناه کردن ده چوکر است، یا بار آدم عرق خوردن که چی نمیشود که بعضی جاهلا میخوانند. از این آدم ترس میگه که این از این کیبرش گناه دارد. این گویی که به خودمان چی دارد؟ به خودمان کشمکش دارد که خیلی یا بار منو آفریدی، من 60 سال عمر میتی چوکر است که من با توی سرکشی کنم، نعوذ بالله. با مثالش همون که پیش سفیان ابن میگه که آدم علیه السلام به خواهش نفس خودش رفته همون خورد میگه همون درخت، لیکن خدا بخشید ویا. اما ابلیس علیه اللعنه از جهت کبرش میگه گناه کرد، سجده نکرد، آدم اعتراف نکرد، خدای تو رو ویا لعنت کرد میگه. فهمیدی؟ یعنی که این آیت ما رو یک اصلی عجایب یاد میده برادر. اصل این است که میگه که انسان یا به شهوت گناه میکنه، یعنی که به خواهش نفسش یا وسوسه شیطان گرفته. این آدم چی از گناهش، یعنی که توبهش انشالله قبول است و به خداوند نزدیک میشه اگر توبه کنه دیگر. اما شخصی که از دید کبرش گناه میکند مثل شیطان است که وی گناهش و به لعنت میبرد، یعنی که به لعنت خدا از خدا دوری میبرد این انسان. خب آیت دیگری که در اطرافش صحبت میکنیم برادرها، آیت دوم سوره مائده هست عزیزان. آیت دوم سوره مائده در قرآن است که آیت بسیار جالب هست. مگه که آیت ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله تعالی میگه که در ببخشید برادر آیت دو نیست است، این آیت در سوره مائده هست لیکن در آخرهاش است. در آیت دوش هم به همین معنا قریب آیت هست، به همین نزدیک، لیکن اما آیتی که ما میخواستیم گوییم این در آخرهای سوره است برادرها. اینا برای محاضر از دیگر رکافت و آیت باید یابم تو اینکه برای شما ترجمه درسترش تغیرش برای شما بیان کنیم عزیزان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. خب برادران میگوید که اینجا آیت بدبینی سخت هلاکت بار است و محبت سخت هم هلاکت بار است. گفت که ولا یجرمنکم شنآن قوم، یعنی که یک انسان رو بد دیدن تا شما رو وادار به آن نکند که از عدالت نسبت آنها دور شوید. یعنی که عدالت در همه حالت رعایت کن، گرچند انسانی که در مقابلت است انسانی همه شومروترین هم برای شما باشد. یعنی اینجا اسلام ما رو به عدالت دعوت میکنه. خب اینجا مثلا بزنیم که چه خیلی بغض بدبینی سبب هلاکت میشود، هلاکت باری دارد بدبینی سخت و محبتی سخت هم سبب هلاکت باری هست. مثلا ببینید برادران، الله تعالی یوسف علیه السلام رو به هر دو همین ابتلا کرد، هم به بدبینی سخت و هم به محبت سخت. خب بدبینی سخت سبب شد که یوسف علیه السلام رو به چاه اندازن برادرهاش، یعنی که اون کینی و بدبینی که برادرها داشتن چه کردن؟ سبب شد که برادر خودشون در چاه اندازن. اما محبت سخت چی؟ محبتی که او زن به یوسف علیه السلام داشت، خب بعضی میگن نام زلیخا بود، یوسف به کجا پرتافت؟ به زندان. خب از همین آیت گرفته میشه، یعنی که انسان بغض شدید، بدبینی سختش سبب هلاکت میشود و یا اینکه محبت سخت سبب هلاکتش میشود. خب یعنی که گاهی میشه که ما زمام دلمون در دستمون نیست برادر، لیکن باید که حرکت کنیم که زمام در دست گیریم و عدالت همیشه روایت کنیم، روایت کنیم خود برای انسانی که ناز میبینیم، خود برای انسانی که باید بد میبینیم. خب نشود که مثلا انسانی که تو دوستش میداری بدی های وی همچون نیکی جلوه مده، یا انسانی که بدش میبینی
نیکی و یا همچون بدی جلوه مده میگن، بلکه عادل باش، حد یک چیز در جای خودش گذار و صحیح گذار. نقل میکنن که عبدالله ابن محمد وراق از شاگردای احمد ابن حنبل بود است. یک روز میگه وراق میگه که ما با یک چند نفر از شاگردای امام احمد از یک جای دیگر از درس آمدیم، میگه نزد احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. وقتی در آمدیم احمد گفت که ها از کجا آمده؟ گفتن که از مجلس ابن کریب آمدیم، یعنی که یک شیخ دیگر، استاد دیگری که در این حدیث درس میداد. بعد احمد ابن حنبل گفت که اکتبوا عنه فانه شیخ صالح، از این مردک نویسید که همین، یعنی که ابن کریب آدم نیک و آدم صالحی هست. شاگرد گفتن که آخه استاد درست، لیکی وای داور تو رو طعنه میزنه، داور تو سخنای بد میگوید. خب شاگردم خبرکش بوده نه، میگه داور تو سخنای بد میگه که احمد گفت که شیخ صالح قد بولی بی، درست آدم نیک است، لیکی خیلی خدا به من مبتلا کرده، یعنی که به بلا گرفته است، به بالای همین طعنه زدن و اینکه بد دیدن. خب برو اینه می‌دونید که اگر این همین ابن کریب هم انسانی به انصاف میشد، مثل احمد انصاف میکرد. احمد گفت که شیخ صالح هست، از وی حدیث گیره، از وی روایت گیرید. گفت وقتی گفتن که خود توی بعد میبینه، گفتن که خیلی کن همین خیلی خدا هم مبتلا کرد، به همین بلا گرفتار کرد، به کسری گرفتار کرد، چیکار کنم دیگه؟ این هولی وای من گاب میزنه، از هولی وای فلان این خیلی بود گشته احمد، یعنی که عکس العملی بعد نشون نداده. خیلی سوال جوابش خودش میکنه. یعنی خب آیت دیگر برادرها از سوره قیامت است. آیت دیگر شاید اکثر شما برادرها این آیت دانید. الله تعالی میگه که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، یعنی که در اون روز چهره های خوشگل، چهره های زیبای و نورانی است که به سوی خدای خود نظر میکنند. تا وقتی میبینیم برادرها تفکر میکنیم، وقتی این آیت میخونیم معلوم میشه که بهترین نعمت جنت این حور نیست، حور العین نیست، گرچنده که همین حور العین برادرها چی است؟ زیباترین چیز شاید در جنت باشه، لیکن از همه بهترین نعمتش حساب نمیشود. بهترین نعمتش این نهر و انهار و مثلا دریاها و قصرهای و مثلا زیبایی و مروارید و طلاهای و قصرهای طلاگیر هم اونجا نیست برادرها. خب بلکه میگه بهترین نعمتی که الله تعالی برای بهشت میدهد این چی است؟ دیدار الله تعالی هست، دیدار الله تعالی. بنابراین آیت گفت که وجوه یومئذ ناظرة، یعنی که چهره ها نورانی بشود، به سوی خدای خودش نظر کننده میشود. یعنی همون نورانی شدن چهره های همون انسان ها در جنت هم به سبب چی از خدا میگیرن همون نور، یعنی که از انرژی از طرف خدا میاد برای اونها، همون نور چهره اونها رو باز نورانی تر میکنه. خب یعنی که دیدار خدا حق است. از در عقیده اهل سنت میگن که مسئله رؤیت میگن، این رؤیت حق است، درست است. در جنت پگاه ان شاء الله الله تعالی ما رو نصیب کند، خب با فضل و رحمت خودش وارد بهشت کند، دیدار خودش هم برای ما نصیب کند و از دیدارش محروم نکنه برادر. آمین. هر یک کسی که اینجا با ما هست و با ما نیست، هر یک شخصی که کلمه گو هست، کلمه شهادت میگه، الله تعالی به همین چیز نصیب گرداند. وقتی که اهل جنت می‌درآیند، با اونها گفته میشود تريدون شیئا ازیدکم، یعنی با یگان چیز زیادی میخواه، یگان نعمت دیگری برای شما الهه بکنیم در اینجا. اونها میگن که مردم خاکسار را یک که الم تدخلنا الجنه و تبیض وجوهنا و تنجینا من النار، ای خدا برای ما کافی است، آخی تو ما رو به جنت ندروردی مگر؟ درآوردی. چهره ما سفید نکردی؟ کردی. ما رو از دوزخ نجات دادی. خب بعد میگه که در این حالا میگه الله تعالی همون پرده رو میگیرد از پیش خودش، میگه فیکشف الحجاب، یعنی که فیکشف الحجاب عن وجهه، الله تعالی حجاب میگیرد. فما اعطوا شیئا احب الیه من النظر الی ربهم، چیزی میگه
خوبتر از چی داده نشدند. چیزی خوبتر از چی داده نشدند. خب برادر همه جای من یک چند سال پیش یک چیزی داشتم از مولانا جنونی یا که مولوی جنونی. خب اونجا یک شعر بود در وصف جنت. خیلی آدما چی میکردن همین چیزا در حقیقت بچه‌ها خیلی چی کردن که وصف خوبی هست. از ما اینجا میگذاریم اگر یک گوش کنه خیلی جالب هم هست. مقصد خودی مولانا این چیز نوشتنشون دلالت بر محبت و عشق خیلی بالاشون نسبت الله تعالی میکند که و آدم جمله های رو خدا الهام داده است که در حقیقت آدم حیران بشه که چقدر انسان این چیزها رو میتونه وصف کند. گویا که میگه مولانا گویا رفته آمده باشد به همونجا، به همین قدر وصفش دقیق است. البته از قرآن و از حدیث گرفته است، لیکن نشانه بر میکنه که انسان خیلی انسانی چه بود، مخلص بود، انسان خدا ترسی بود که عاشق همین جا بود، در فکر همین جا بود. خب در بیان صفت جنت است برادران. صفت جنت، زمین جنت است از سیم و از زر، بود خاکش همه از مشک و عنبر. یعنی که زمین و جنت وصف میکنه که همه خاکش از مشک و عنبر است. یعنی تصور کنید اتمسفر رو. مقصد این از حدیث گرفته شده که این وصف ها از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است. ود از زرتنی هر نخل و رختش، ز مروارید هر شاخی درختش. بود هر برگ و هر شاخه زمرد، کی باشد میوه‌اش الوانی به حد. یعنی که همون درخت های وصف دارد، مثلا زیباگی اون درخت رو. برادر صدا هست خوشوره رفت یا خوشوره نباشد وقتو نگیریم، اینه من نمانم دیگر. فقط نمیشه برادر رو. اگر صدا خوشوره نباشد من اینه نمیمونم دیگر. دوام صحبت خودمون دوام میدیم. گفتش باز در جنت درخت است، که آن مأوای قومی نیکبخت است. اگر 100 سال اندر سایه او، شتابانه رود هر مردی نیکو. گردد فارغ از آن ظل ممدود، دلی فردوسیان چون غنچه بگشود. خورد کس میوه‌اش خفته نشسته، به خوابش با جلوس و دست بسته. یعنی همین وصفا در احادیث هم بوده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که انسان هم خیلی کدام هیئتی نباشد، میگه همون وقت چیز در ذهنش میگذرد، خودی همون چیز ذهنش گذشتگی از پیدا میشد میبینه بالی سرش. یا دلش که چوجه بریان میخواهد، دلش یگان نمود میوه میخواهد، چی میخواهد که پریده میاد نزدش. همین مولوی وصف دارد. اینه به جنت وادی حق آفریده، که هرگز چشمی بیننده ندیده. شود آنجا تمامی جنتی جمع، به هر قومی نبی در پیش چون شمع. این هم در حدیث آمده است که پیامبر میگن که همه انبیاها جمع بشن، هر یک پیش پیش قوم خودش میدراید. البته اولین پیامبر ما علیه السلام میدراید در جنت. این هم از احادیث است. مثلا نبی ها و ولی ها و شهیدان، در آن وادی روند از امر سبحان. نشیند هر یک بر منبری نور، به پیشی چشمشان نزدیک هر دور. ببینند اهل جنت را به رضوان، به هر قصر به جلوه حور و غلمان. زده پهلو سری تلهای مشکین، همه باشند خشنود و فریحین. زبان بر حمد سبحانی کشایند، همه حمد و ثنای حق نمایند.
ندا آید ز ذاتی پاک سبحان ز جمله راضیم من ای محبان بخواهد هر قدر مطلوب که دارد مرادی دل همه ظاهر نماید. یعنی که اونها به خطاب میشود که چی طلب داره، چی مراد در دلتان داره اظهار کنید، ما برای شما عطا میکنیم. این نمیخواه ندا میاد. بگویند جمله ای خلاق عالم مرادی ما رضایی توست هر دم. ما فقط رضاگی توی میخواهیم. خدا گوید رضای من در آن است مکانتان در بهشتی جاویدان است. ز لطفی خویش فرمان میکند رب به سوی آن ملک های مقرب. حجاب کی بود گیرند از پیش به عشاقان نمایم جلوه خویش. این از جمله که گفتیم اینجا، یعنی که الله تعالی امر میکند فرشته ها حجاب میبردارند. الله تعالی میگه که چون که برای اینکه عاشقای خودم، برای محبان خودم جلوه خودم، چهره خودم جلوتی هم نشانتی هم بگردد آن ملک ها پرده بردار ببینند اهل جنت زود دیدار. و یک قول فرومانند 100 سال ز ذوق دیدنی دیدار حق لال. یعنی اینجا وقتی که فرشته و پرده میبردارند مردم دیدار خدا مشغول میشوند، لال میشن دیگه. وقتی دیدار الله تعالی رو میبینه دیگه همه لال میشوند. با یک قول میگه 100 سال آدم هم خیلی میسته راست. یعنی که البته بینه برادر، یک انسان هستی که در حقیقت در محبت و در قفای همون چیز، از پشتی همون چیز باشد، وای برای ساعت ها روزها هم مثلا میسته و همون میگن که کام خودش میبرد. بنابراین این چیز مثلا کاری از عقل دوری هم نیست که انسان اینقدر سالها ایستند و خدا رو نظر کنند. شاید این سال شماری اونجا کتی باشد، این 100 سال، شاید سال شماری اینجا کتی باشد، اینش برای ما تاریک است البته. پس آنگه امر سازد عالمی راز به سوی جبرئیل صدر پرواز. محبان راز مستی ساز بیدار که تازین به خودی گردند هوشیار. یعنی الله تعالی میگه به فرشته امر میکنه که مردم از دیدار دیگه مست شدن، دیگه خدا باختن میگه بیدار که این مردم که میگه بیدار و هوشیار شوند، یعنی که از این مستی دیدار رو روند در قصرهای خویش شادان که دارند انتظاری حور و غلمان. اگه میگه روی میگه قصرتون جور شده که دیگه اونجا شما رو چی حور عین و دیگه تون منتظرتون هستن، دیگه خدمتگارایی که اینجا برای شما مهیا کردیم. همه خیلی ندا میاد برای بنده هایی که در دیدار هستن. بیاید جبرئیل از امر جبار کند آن جمله را از سکر بیدار. بگوید این چنین شد امر سبحان روند در قصرهای خود محبان. شوند در گریه ها و شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان. میگه یعنی که جبرئیل علیه السلام وقتی میفرستد پیش آدم میگه از آدم رو میگه از همون حالتی سکر، یعنی اینجا یعنی که حالتی مستی انسانی عاشق به خدا رو مثلا واسه دارد مولوی، اونا رو بیدار میکنه. میگه که هی بیدار شوید. الله تعالی میگه که روید در اون قصراتون جا شوید که شما رو اونا منتظر هستن. خیلی گفته گذاشتیم با اونو میگن که نه ما حاجت به حور و غلمان ندارم. وقتی دیدار خدا رو دیگه برای من نه حور در کار است نه غلمان، نه اون چیزی دیگه لازم نیست میگه برای ما. و جز این لذتی ذوقی نظاره نظر سازیم تا با او دوباره. یعنی که با میخوایم نظر کنیم، با دوباره میخوایم با الله تعالی نظر کنیم. میگه لذتی همین چیز میخوایم، ما رو میخوایم دیگه که مقصد اوست نبود میل اغیار مرادی ما دو عالم بود دیدار. یعنی میگه ما غیر او دیگه هیچ کسی نمیخوایم دیدن،
مقصد ما در دنیا همین دیدار الله تعالی بود. همه کارهایی میکنیم برای فقط مشرف شدن به دیدار الله تعالی هست. بسازند آنقدر افغان و زاری، شود فرمان ز لطفی فضل باری. یعنی اونقدر دیگر افغان و زاری میکنن، ناله و فیغان میکنن که از الله تعالی میگه فرمان میآید به اونها که فردوس و همه نعمی بهشتم، تمامی از بری ایشان سرشتم. به دنیا دیدند صد رنج و خواری، غریبی و ریاضتهای زاری. یعنی همه چی من برای شما آفریدم. بنده‌های من میگه الله تعالی دنیا شما عذاب کشیدید، ریاضت کشیدید، رنج کشیدید، خواری کشیدید، ذلت کشیدید، وزنی کشیدید، همه چی برای شما آفریدم. یعنی میگه الله تعالی برای بنده‌هاش. کنون رفته شوند در عیش جنت، بنوشد شهدها ساعت به ساعت. هر جمعه بیایند اندر اینجا، ببینند این جمالی جلوه ما. خلاصه همین است که میگه که شما حاضر روید دم گیرید میگه در جنت در قصرهای خودتان. و دیگر موعد ما آینده در روز جمعه آینده است. یعنی که هر جمعه ما برای شما با دیدارم نشان میدم میگه الله تعالی. بنابراین از همه چیزی شوقناکترینه که در جنت برای مسلمان ها هست این دیدار الله تعالی هست. و الله تعالی در قرآن در یک چند جا اشاره کرده است دیدار خودشه. مثلا میگه که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، یعنی برای آنهایی که نیکوکاری کردن جنت پیروز با زیاده. همین زیاده رو علما تفسیر به دیداری الله تعالی کردن. برادر خب یک آیت دیگر میخونیم برادر رو، بعد دیگر اکتفا میکنیم به همین آیت. از سوره توبه هست برادر. سوره توبه الله تعالی اینجا درباره انسان‌هایی که در غزوه تبوک اشتراک کردن میخواستند ولیکن شرایط نداشتند احمد را اسم میکنه. میگه که ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یعنی الله تعالی میگه که همین مسلمان‌ها رو وصف کرده در آیت 92 سوره توبه. ای پیامبر این چنین آن کسانی که وقتی نزدت آمدند و از تو خواستند که آنها را به مرکب ها سوار کنی و در پاسخ گفتی که من مرکب ندارم که برای رفتن به جهاد شما رو بر آن سوار کنم، چون جواب تو را شنیدن از نزدت برگشتند در حالی که آب چشمانشان با اظهار تأسف که نه نزد تو و نزد خود مرکب نیافتند جاری میشد. یعنی که اشکشون و برای اینها نیز برای عدم شرکت در جهاد گناه نیست. خب ساده تر کنیم برادران، شاید بعضیتون نفهمده باشه. یعنی که اینجا یک گروه آدم آمدن در جنگ تبوک آخرین جنگ که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند، یعنی که بعد این دیگه پیامبر وفات میکنن صلی الله علیه و سلم. انا آمدن در همه جنگ وزنی ترین هم بود در حیات پیامبر. تا دو نامش هم جیش العسره میگفتن، جیش وزنینی، لشکری وزنینی، برای خاطر اون که مسلمان‌ها در حالت قحطی قرار داشتند. وقتی میوه گیری بود، همین وقتی بهار بود، وقتی میوه خرمای گرفتن بود، انسان‌ها پول نداشتند، ذخیره طعامی کافی نداشتند. وقتی پیامبر امر به برآمدن کردند، بعضیا خیلی برآمدند. یگانه جنگ که پیامبر همه را اینجا بسیج کردن که باید که برو گفتن همه را. بعضی انسان‌ها آمدند به شروط چی نداشتن، اسب نداشتن که اسبشون به اون جنگ برد، به جهاد برد. اومده گفتن که پیغمبر آخی ما میخوایم جهاد کنیم همراه تو، ما میخوایم با تو در این جنگ اشتراک کنیم، لیکن متاسفانه ما نه شتور داریم، نه اسب داریم، نه یگان چیز داریم که ما رو اونجا حمل کنه و برد بالی وای. انکون آمدن پیش پیامبر یک چند نفر. پیامبر گفتن که آخی منم اسب زیادی ندارم که شما رو تیم شما رو برد اونجا. قدرت نیست بر من. مثلا یک دولت نو بنیاد کردیم، دولت مالیاتش خیلی کم است، مثلا چی نداره، ذخیره نداره. میگه همه آدم رفتن از پیش پیامبر. وقتی این سخن شنیدن که پیامبرم اسب اونها رو بار کرده میبرده که ندارد، میگه که تولوا و اعینهم تفیض من الدمع، یعنی که در این حال میگه چشماشون اشک میریخت و گریه میکردن که
نه خداشون شرایطی مثلا رفتن دارن، نه اینکه پیامبر برای اون شرایط هم مهیا کردن نمیتونه. برای هر دو همین چیز خیلی میگه دلشون چه شد، زیق شد، اونها گریه کردن. الله تعالی گفت که برای اینها گناه نیست، یعنی به این خیلی مردم گناه نیسته نمیشه. چون که از شرایط نداشتنش با پیغمبر در این معرکه اشتراک کردن نتوانستن. خب میگه میگه که روایت ابو لیلا و عبدالله بن مغفل میگه پیش پیامبر صلی الله علیه و آله اومدن روز تبوک، گفتن که برو یک تا اسب که همراه تو برویم. پیامبر گفتن که آخه من نمیتونم. گفتن که زیخ شدن برامدن. دو کسه گریه میکردن میگه برای که همین طاعت، همین عبادتی جهاد نمیتونن ادا کنن. خب اگه تصور کنید برادر، این برای خاطری اسب یافته به همون نبرد با پیغمبر پیوست شده نتونستنشون گریه دارن. اگه این خیلی انسان اگر گناه کنه چه خیلی گریه میکرده باشه. تصور کنید یاروی پیامبر صلی الله علیه و آله، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم برادر. این حالت مؤمن حقیقی همین است. مؤمنی که خودش به خدا سپرده است، مؤمنی که در حقیقت خدا رو دوست می‌داره، به همین شکل است برادر. خب یعنی برای خیلی مشکل است وقتی که دری عبادت بسته شود براش، عبادت اجرا کردن نتوند براش، خیلی وزنین است. این صحابه رو ببینید همین عبادت جهاد و پیغمبر می‌خواستن ادا کنن، لیکن درش بسته شد، گریه کنان رفتن تا به درجه که قرآن اونها رو گواهی داد و نامشون، یا اینکه نامشون نباشدم لیکن همون انسان‌ها رو در قرآن جاویدان کرد، ذکر و یادشون رو. خب ببینید یعنی که در کاری ثواب نتونستن اینقدر گریه کردن، اگر گناه کنن چقدر این انسان‌ها گریه کردنشون ممکن بود برادرای عزیز. ببینید صحابه پیامبر، ببینید انسانایی که با پیامبر زندگی میکردن، ببینید انسانایی که تربیه پیامبر خورده بودن به چه شکل بودن. با امروز بعضی نابکاران میبرند و پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابشون رو طعنه میزنند و اونها رو در حقشون ناسزایی میگن که خداوند الهی زبان اونها رو چکنه کنده کنه، از زبان اونها رو خدای تعالی قیچی زند. این خیلی انسانایی که اصحاب پیامبر خیلی بدگویی میکنن. صحابه بودن که در جنگ یک خرما صدقه کردن، باور میکنه یک خرما چی نداشتن، خونشون خوردنی نداشتن، تا با یک شما نیم خرما صدقه کرد که منافقا مسخره کردن که این نیم خرمای تو به این جنگ چه فایده داره؟ مقصد جنگ کاش که پیش بره، کاش که اشکمی یک سیر کنه. وقتی که اینجا پیامبر اینجا چی شد؟ آیت نازل شد که سه منافقای سرش فاش کرد. خب یلمزون فی الصدقات، آیت میگه که یلمزون فی الصدقات، در صدقه انسان رو لمز و حمز میکنن، مسخره میکنن، به چشمشون اشاره میکنن به احوال به همین صدقه شده که یک خرما آورده است برداشته، شرم نکرده. مثلا هوا انسانی که یک خرما دیگه هیچی نداره، بویگریش آورده بره، همه بویگری توانش آورده داد. وای از این انسانی که 10% و 5% مالش میتونن 100 بار بهتر است، البته در میزان شریعت و در ترازوی شریعت. خب برادرها به همین شکل ان شاء الله به همین قدر اکتفا میکنیم. برادرایی که دعا کرده در حق ما سلامتی خواسته، خدای تعالی شما را میلیم صحت و بردم و سلامت نگه دارد. بارک الله فیکم. خب اینجا سلام داده الله تعالی، هم مردانی که سلام داده خدای تعالی شما را چکنه اینجا برادر ما شفای کامل نصیب کنه. گفته بارک الله برادر، زنده باشه شما را برادر عزیز، حفظ کنه. گفتش الله تعالی شما را حفظ کنه برادر. بیننده و خواهی اینجا لایک پایک گفته 1002 سوال دارم، دراز کشته قرآن میخونم. استاد 2 سوال دارم، دراز کشته قرآن میخونم از تلفن. با که نداره برادر، دراز کشته قرآن خودش که داره. الله تعالی میگه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی وجه استشهاد این است که دلیل آیت است که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی اونهایی که خدا رو یاد میکنن در حال راست ایستاده و در حال نشسته و در پهلو زده. خب همش قرآن هم ذکر از برادر عزیز میشود که به همین شکل چکنیم. دو حدیث هم است که حضرت عایشه پیامبر همراهشون بودند و در سرشون بالای زانوی عایشه بود و پاشون بالای پاشون مونده به پشت سر بودند و قرآن میخوندن. با که نداره برادر. خب استاد همین خیلی شهر رمضان همین خیلی تفسیر کنه انشالله. خب خواهر مفته اینجا در راه دور کار میکنم، با نقلیات میرم، از اون طرف طهارت دارم، قرآن خوندم، میرم پیشین خونده، از اون طرف
عمدن تهارت دارم به تهارت قرآن خوانم درست است. ولی اگر به تهارت قرآن خوانی از یاد خوانی می شود، لیکن از روی قرآن از یاد خوانی می شود. اگر گوش کنی هم می شود برادر. اگر خودت از یاد ندانی بتونی که از یوتیوب یه چیز مانی گوش کنی برادر عزیز. استخوان پایش وادار نمی شود در نماز در دوزخ آنجای بدنش می ایستد و اون زنی که پایش از استخوان پایانی پایش دیگه آیا فقط در وقت خواندن نماز است یا نیست؟ برادر من همچنین حدیث نمیدم راستی درباره که پایش وادار نمی شود. این وادار نمی شود چه معنی دارد اینجا؟ استخوان پایش وادار نمی شود در نماز. همین اگر وسیع‌تر می‌نویسی برادر شاهین. حضرت دیروز نبوده انتظار شما؟ بله دیروز من گفتم که کمتر تاب نشد. خب آواز خستم شد. خیلی دیگر همین قبل از برادر سوالشون. این برادر شاهین اگر باز پگاه اگر همین سوالتون وسیع‌تر میگفته من راستی نفهمیدم. خیلی که زنه اگر همه عورت چه نشان دارد همین خیلی مرد کم مثلا عورت چه نشان دارد به همین شکل عذاب داده میشود. لیکن اون چیزی که در مسئله نماز گفته من نفهمیدم راستی. خداوند نگهبانتون باشه برادر. السلام علیکم و رحمت الله.